نشستن‌های طولانی مدت توی فرم نامناسب یا کار کردن برای ساعات طولانی با گوشی و لپتاپ و پشت میز نشستن توی پاسچر غلط میتونه باعث بشه که شما توی شونه هاتون، عضلات کتف و در واقع گردن احساس تنش و ناراحتی داشته باشید و حتی احساس درد. امروز قراره با چند تا حرکت کششی یه مقدار حالش رو بهتر بکنیم و اگر انقباض و گرفتگی وجود داره رهاش کنیم. دستاتون رو میخوام از پشت قلاب بکنید، در واقع به این صورت، و قلابتون رو مشت کنید و مشت دستا رو بذارید روی پهلوی راستتون. صاف و کشیده نشستی. یه دم عمیق میگیری با بازدم. میخوام سرت رو ببری به چپ. پس مشتم روی پهلوی راست، هم سرم بردم به چپ. آهسته چونت رو نزدیک کن به شونه چپت. حالا یه نیم دایره شروع میکنی با سرت میکشی به این صورت. همراه باهاش نفسای فوق‌العاده عمیق. دم و بازدم. 2. در واقع گوش چپ به شونه نزدیک میشه. یه نیم دایره. دوباره گوش و بعد چانه یه مقدار داخل سینه جمع میشه. خیلی ملایم بدون اینکه سرعتی این کار رو انجام بدی و همراه نفس منظم ادامه بده. مدام دم و بازدم. خیلی خوب. گوش رو نزدیک شونه نگه دار. شونه راستت رو بده به سمت پایین. 5 4 3 2. تمام مدت نفس عمیق و 1. همینو برعکسش کن. مشتت رو ببر بذار رو پهلوی چپ. آهسته گوش راست رو به شونه راست نزدیک کن. سپس چانه رو جمع کن داخل سینه و شروع کن نیم دایره کشیدن. وقتی که دایره میکشی نقاط مختلف گردنت و عضلات مختلفی کشیده میشه. میتونی هر جا که حس کردی تنش زیاده یا حس خوبی داره که بمونی یک کم مکس کنی یا سرعت دایره کشیدنت رو یکم کم کنی. نفس عمیق. دم و بازدم. خیلی آروم ادامه بده و به سمت راست گوش رو نگه دار. شونه چپت رو بکش به سمت پایین، تو گوش نباشه. 4 3 2 و آهسته رها کن. خیلی خوب. دست راستت رو از بالای سر ببر سمت چپ سرت. یه مقداری به بغل سر رو خم کن. خیلی ملایم و آروم. نفس بکش. دم. تا هر کجا که فضا بهت میده و حس خوبی داری عمیقش کن. حالا ازت میخوام یه ذره با سر توی دستت مقاومت ایجاد کنی. یعنی دستت داره سرتو میکشه و تو با سرت انگار نمیخوای بذاری که بیشتر خم بشه. فقط 6 ثانیه. 6 5 اکتیو. 4 3 2. خب حالا رهاش کن. یه دم عمیق بگیر. یه ذره خمش رو بیشتر کن. بازدم و 1 نفس نگه دار. دم. بازدم. آروم سرتو برگردون و همین کار طرف مقابل. دست چپ از بالای سر شقیقه راست رو میگیره. یه ذره خمش میکنم. شونه راست رو بکش پایین. یه دم. بازدم. حالا با سر مقاومت توی دست برای 6 5 4 3 2 رها کن و یه مقدار عمیق‌تر همراه نفس. دم. بازدم. برگرده به سمت بالا. خیلی آروم میخوام چونه رو ببری به سمت بالا. همطور که صاف نشستی تا جایی که جا داره عضلات جلو رو بکشی. دم. 1 نفس. بازدم و آروم برگرد.
دست چپتو بکش به سمت چپ. یه دیوارم میتونه سمت چپ باشه و دیوار رو هل بدی اگر بری کنار دیوار، ولی اگر که نه با مچ فلکس شده کامل کشیده دستتو نگه دار. آهسته گوش راست رو به شونه راست نزدیک کن. دم، بازدم، آروم سر رو برگردون مرکز و گوش چپ رو به شونه چپ نزدیک کن. دم، بازدم، سر رو برگردون و طرف مقابل. آرنج صاف، گوش چپ به شونه چپ. دم، دستتو بکش. بازدم، طرف مقابل یک نفس. دم، بازدم و رها کن. برای شانه ها ازت میخوام به آرومی شونه ها رو به سمت گوشت و بالا بکشی. بیاری جلو تا جایی که میتونی یه نیم دایره به سمت پایین آروم بکشی. همین نیم دایره رو برگردی بالا، یه دم بگیر، شونه ها تو از بالا ببر عقب، انگار دوتا کتفت از پشت میخواد برسه به ستون فقرات و آروم از عقب شونه ها تو بیار پایین. همین رو چند بار ادامه بدیم. دم، از عقب دایره به بالا، به جلو و پایین. بازدم، با دم بره جلو بالا، عقب و سینه باز بشه و شونه بیاد پایین. باریکلا. دم، دایره، بازدم، جلو و پایین. دم، جلو و بالا، بازدم، عقب و پایین. آخرین دور. دم، بازدم، دم و بازدم. برای حرکت آخر لطفاً بایستید، دستاتون رو با همدیگه قلاب بکنید و بذارید پشت سرتون. آهسته میخوایم از بالا خم شیم به سمت جلو. پس ابتدا آرنجاتو به سمت هم ببند، چونه رو جمع کن تو سینه و از بالا شروع میکنیم به گرد شدن و پایین اومدن. هر چقدر آرومتر بهتر. نفس جاری، بذار کشیده بشه عضلات پشت. خیلی خوب. پایین با پشت گرد شده بمون، چونه جمع هست داخل سینه. 3 نفس. آهسته رها کن. مرسی که تا اینجای ویدیو با من تمرین کردید. اگر کارتون و زندگی روزمرتون جوری هستش که گردن و ستون فقرات تحت فشار قرار میگیره، این چند تا تمرین رو به برنامه هفتگیتون اضافه کنید.